سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام یه هوش مصنوعی بهتون معرفی کنم که میتونه براتون لوگو طراحی کنه. اسم این وبسایت هست hotspot.ai. خب وارد سایت hotspot.ai بشید و اینجا گزینه‌های مختلفی وجود داره. گاهی ممکنه حین کار با اینا ازتون بخواد که وارد سایت بشید، اکانت بسازید، پس بهتر که از همین ابتدا یه اکانت اینجا بسازید. ساختش هم کاملا رایگانه. وارد این بخش میشید، علامت آدمک رو داره، گزینه ساین آپ رو میزنید و توی این مرحله سعی کنید VPN روشن باشه که به خطا نخوره. یه ایمیل وارد میکنید، پسورد میزنید و گزینه ساین آپ رو میزنید. وقتی که این کارو کردید وارد پروفایلتون میشه و دیگه حین کار با سایت ازتون خطا نمیگیره که حالا وارد اکانتت بشو یا کار دیگه انجام بده. وقتی که این کارو کردید میاد از اینجاها آپشن‌های مختلف رو انتخاب میکنید و دیگه نیازی به VPN ندارید. حین کار با سایت کاملا اوکیه، فقط موقع ثبت نامش VPN رو روشن کنید. حالا ما توی این ویدیو میریم سراغ لوگوها. همونطور که می‌بینید لوگوهایی به این شکل برامون طراحی میکنه. اینجا باید یک کلمه مرتبط بنویسید و بعد هم اینجا گزینه create رو بزنید. من یه سری کلمات اینجا نوشتم و میخوام لوگوی اینا رو برام بسازم. اینجا وارد میکنم که یه پروانه بین گل برام بکشه. می‌بینید که اکانت پرمیوم هم میشه داشت، ولی خب ما نسخه رایگان رو داریم استفاده میکنیم. به این صورت این لوگو رو برامون کشیده. برای دانلودش هم کافیه که اینجا روی این گزینه بزنید و گزینه نان کامرشال رو انتخاب کنید. به این صورت براتون فایل رو دانلود میکنه. حالا بریم چند تا لوگوی دیگه طراحی کنیم. برای مثال آموزش کودکان. به این صورت همچین لوگویی بهمون دادن. و یا مثلا برگ. ببینیم چه برگی برامون اینجا طراحی میکنن. ببینید اینو لوگویی که قبلا هم طراحی شد این پایین. این به این شکل لوگوی قشنگی هم هست. و اینکه مثلا شما میخواد یه کانال آشپزی توی یوتیوب داشته باشید، میگید که براتون یه لوگوی مرتبط طراحی کنه به این شکل. ببینید شبیه آرم یوتیوب هم هست. خیلی لوگوی جالبیه این. یا مثلا یه وبلاگ دارید، بلاگر هستید، یه وبلاگ شخصی مثلا دارید، یا حتی برای پروفایلاتون تو شبکه‌های اجتماعی هم میتونید لوگو طراحی کنید. ببینید اینم واقعا لوگوی قشنگیه. من اینجا کلمات فارسی رو هم امتحان کردم ولی چیز مرتبطی نداد. گویا فقط با انگلیسی خیلی خوب جواب میده. برای مثلا من اینجا برگ که بنویسم، ببینید چیز خیلی مرتبطی بهمون نمیده. یا برای مثال کلمه انسان رو به فارسی تایپ میکنم. ببینید مثلا برای کلمه انسان همچین چیزی داده. بهتر با همون انگلیسی اینجا کلماتتون رو وارد کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.